یعنی اگر با تو ماند مرا تا آخر عمرم در اینجا زندانی میکنی. آخر من چی گناه کردم؟ در واقع گناه شما چی بوده که الیاس هیچ بحث نکرده؟ اون رو من هم نمیدونم که من یک بیت نوشتم و اون رو خوندم، بعد مرا گرفته وردم با اینجا. حاجی این خیلی تنها با نوشتن یک سرود آدم را با اینجا گرفتن نمیارند. بگو گناهت چی است بدونه. اوه خدا جزایم رو دهد، من جاسوس محسوس نیستم. جزای خدا خود نباشد سوره یاسین را بخواد. چرا سوره یاسین؟ حاجی مگر نامی تو یاسین نیست؟ نامم یاسین اما دوستان مرا الیاس نام میبرند. من با تو سوره الیاس رو بخونم. دیوانه، مرا دیوانه نکن. بگذار من دوستم یگید، من حالا با تو یک چیز میگویم. حاجی نیمکولا آدم رو از دین بیرون میکنه. یگید چیکار میکنی پسرم؟ نرس به حاجی. چه خیلی حاجی رئیس؟ این آدم حاجی ماجی نیست. نه آخه رئیس، این آدم خودش رو حاجی میگرد اما از دهانش یک کلمه راست نمیبراید. توبه گوی خدا میزند تو را. ایره خاموش شو. تا امروز یگان خطای حاجی را ندیدم. من آدم وظیفه‌اش را اجرا کند. چشمانت روشن رئیس؟ آزاد میشده ای؟ خدا همتان را نجات دهد. آمین. الو میشنوم. این منم بدو. بله بدو، چی شد؟ یگون گپ شد؟ رئیس میبراید به نزدیکی. حالا خبرش آمد بدو، هر چی زودتر کارش رو تمام کن. خیر با من چی میشود بعد؟ خواطر نشو، تو رو حمایه میکنید. حالا زود همین کار رو تمام کن. با مسئله تو هم سر و کار دارم. انشالله به نزدیکی تو هم به مثل ما آزاد میشوی. به خدا رئیس، این آدم ها مرا از اینجا برآمدن نمیمانند. یک شناسی به هم تو دارم، شناسی درینه. انشالله او یاری دهد تو سفید میشوی. حمایه‌گری من سرکمیسر سمی، او هم با مسئله تو مشغول است. خدا خواهد خبرهای خوب رو میگیری. خدا راضی باشد. یگید در دستانم کلان شد. پدرش دوست جانی هم بود. در یک شب تمام عائله را شهید کردند. خدا رحمت کند و صبر عطا کند برادر. از یک امتحانی بسیار مشکل گذشته ای. خدا هست مشکلی نیست. انسان ها از این دنیا به آن دنیا سفر کرده در اصل حیات حقیقی را در آنجا زندگی میکنند. آیا سر دهید نمی ارزد. دستتون رو چرکین نکنید. دستم رو چرکین نمی کنم رئیس. پایهایم به او بسنده است. پایهایت رو هم آلوده نکن. معلوم که فرمان گرفته است. همین رو از اینجا ببرید. میماندید یک جزایش رو میدادم. توگرول برادر، خدا از تو راضی باشد. از هممون رئیس. حقتون رو حلال کنید. حلال شود. نان و نمک رو حلال کنید جنابان. حلال بود. بخیر است حاجی، دهانت را کرد نمیکشوید. والله غمگین شدم رئیس. حاجی، انسان مگر شخص دوست داشتهش آزاد شود هیچ غمگین میشود؟ خود که دوست میداری، اگر دوست نمیداشتی به خدا که محو میشدی. والله رئیس، تو امروز درباره‌ام هیچ فکری خوب نکردم، اما از این لحظه اعتباراً آدم رقم یکمم. حاجی، مگر ما نمیدونیم که تو برای کدام کارها رقم یکمی؟ تو گرول پسرم، وقتی آزاد شدی حتما به نزدم بیا. خوب رئیس، وقتی بر اومدم شما رو خبر میگیرم. حقت رو حلال کن. حلال بود. ما چی هم حق داشتیم رئیس؟ در اصل شما حقتون رو حلال کنید. دوستان، برای همه شما تشکر آن را میکنم که ما رو در اینجا تنها نگذاشتید و یگانه امید ما هم از اینجا شما ساق و سلام به خانه‌تون برگشتنتان است. برای خدمت‌های کرده‌تون منت داریم. کم رو نبینید دوستان. خیر مایلش، خدا نجات دهد شما را هم. حقتون را حلال کنید. حلال شود. خدا حافظ بچه‌ها.